باشه گیله گیله سیگه تو بیچاره از غم مرد میره دیگه بشته خیلی کار رفت بده بکنه جو گیله 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 هی میفتکی گیله یواده شو رخشوی داشتی نه 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 نیم عباسمه ها عباسمی با ها چه کار گیله دیگه جانی یک دوین دیگه خوب بشی نمیبینی بیا دو دفعه مستی به کلیوری به تاجو خو گوه اینجا مخ کردم بیا نه میگم یار گیل نخو یه از بیننگی تونه چه؟ یه از بیننگی تونه که تو پیار خوب بگیشتی که مادر تو طلاق داد آخه تو چرا بگیشتی که مادر تو طلاق بده دیگه مادر غلام مادر است تو بیچاره چه کار کرده بود به حق پیار تو مادر می ریزی نبیده رنزی نبود نه وای 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 یا گریه کو یا گبزی چی میگی؟ حالا چند کلمه گب بزی که من از خبر شم مادر می گفتم من 11 ساله بیدم خب که عاشق شدم کمر عاشق کمان آشه آه با ماما نوروز او وقت نوروز جان می گفتم خب نوروز جان حالا چی میگه مادر تو؟ حالی نوروزک امای امای پیار من خب همه پیار من امای یعنی مادر تو رزی بوده؟ که طلاق ده نه رزی نبود مادر تو؟ نه بابا همین مادر غلام خدا بخیر مادر غلام زهر بدل کنه او بده و اون نون بده و مادر غلام مرد یا همین زندگی ماما نوروز خراب کرده آه. زندگی مادر گیلک خراب کرد پس مادر تو گیلک جو که شکست عشقی خورده دیگه مادر من طلاق داد پیار من تو شکست عشقی خورده مادر تو رزی نبوده شکست عشقی خوردک گیلک جو تو به چی چرونه اون خونه ای آه. چرا پیار خوب بایستی که باید مادر غلام بستونه میگفتم مادر من چی کمی ایده که تو بفتی مادر غلام است اصلا بس من که بگفتم پیار من میگه که به گپ تو ماست میگی نمیزنم خب با طلاق نمیداد به یک مرد 4 تا زن روای گیلک خب چرا طلاق ده مادر تو؟ خب میگم من این چیز مادر غلام میگه از مادر تو جوانتره یار گیلک میره فمونتو ملامت توی گیلک تو بگدیشی چرا تو بگدیشتی؟ انال بابا منجی ما و نانه با جنگ دور بلا انداخته چرا؟ انال بابا ما میگه که بیا خود من نانه میگه نه 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 اگه تو بری من دل میتر کنم ما نوروز به تو میگه بیا خودی من مادر تو میگه بیا خودی من تو هایت بمونی خودی کده مکبری انال به نظر لطف تو من به خودی کی برم که گیلک جو سیکو تو به نظر لطف من امیت از امینجی امیت مقبول امیت کوشکا خو بیرو کو برو برو خو برو خو مادر خیلی می خب برو خودی مادر خو خیلی میا این مولد خوده گیلک من درست نمیتونم ما مادر تو میگه بیا خو ما بیا تو میگه خیلی مالی نمایم من بابا نوروز نمایم مالی حالا که مسته باش مادر تو طلاق داد خب مادر من مادر خو جمع کن دیگه ماما نوروز نمایم مالی نمی برو خود مادر خو عباس یک وقت مادر خو ندی به ماما نوروز که با مادر تو هم طلاق میده صحیحه تو بو گفتی با وقت مادر خو ندی به ماما نوروز مبارک وای مبارک وای مبارک عروسی ننمه امای مبارک عروسی ننمه خود بابا نوروز مبارک صاحب پیار من بشودم سلام علیکم مرگ سلام علیکم درد سلام علیکم بگو بگوانه به کابروز کاکل کوالا پخش بکردم و تو نرسی نه نرسی به تو مادر تو نرسی به خیر خوچی خیر نبینیم به خیر خوچی روزگار شما روزگار خالی بیچاره ما بترسه به خیر خوچی به سینی بی ما به قبرستون پرپر کنیم که قلام چی بگم لا بلا قلام دیونه تو چی نرفتی مادر خو بدگی با ماما نوروز انال خالی بدبخت بی نوش مون البته ببرد بابا نوروز رفته بودو بابا نوروز با وقت 20 جفت کوشه بارکت تا نانه برستو بیخی نانی تو پری پی کو قافه نه مفتی میدنی هرچی باشه از خاله کل پخ تو که بیتره برو کاکا بی مادر تو پای بلم گو نشیده این دوسته با به خیر خوشی خواهد بگمون تو میمونه خدا را کنه کم زنه اخفا کو تا در آره چه خاله می که ربنی شد از یکم جوشا
کنار جو شیشته بود باشه، برو تماس اندر به به. کله به تاجو بره. باسکل نگاه کن، باسکل هم کجا بودی؟ اینا پول پیشکش مادر خواست این چرا پیاده میه؟ که پچره بگی ایلا بریم بخونه ایلا بریم. جو کتا کندی برو اندر یلا کرادیو برو اندر کار نگی. این برو اندر را بشه ایلا چکاره؟ ایلا بیشتر از اینو آلی چه خبه؟ با کنار جو تیر میشدم به کنار جو امیت شیشته بود خواه بود امیت تماس بفته به تاجو بفته بگیرفتم. بگم من برو به کی تو رو قلا بش تختی خلا خودش اوه بش یا کدگم گیلک بزی. یعنی تو بیا آمدن تاجو واس کنه تو سر بر میذاری ای تو بزنم با تاجو خیال نکن بی غیرتیو صبر کن خودی باسکت رو فرق تو خودی باسکت رو فرق تو بزنم کنه تو به چهار طرف نبینو خیال میکنه قلا بی غیرته نخورده بودی نه تو قلا به نخورده بودی باور کن اگه پیار تا گپ زنه مادر به اونم لغت میکنه با تاجو کارا خوبی ما ده مقصد نکردیم کارا خوبی نکردیم ماما نوروز رم بدبخت کردیم مادر خود خورم بدبخت کردیم خالی بیچاره من رم بدبخت کردیم بگو بگو بانو که درک تا باید تو رو به تاجو بزنم اگه تو امینه نیه حالی چی بگم نه که تو دل ما با تو میسوزه نه که تو رو همه مقدر ندنو که ایت تنه رفتار بشون هاتون نرسه بترسی رو واقعا بترسی رو بترسی باشه برو پشت بود دیوال قایم شو که من نذاری نه ترسیدی نه برو کار خو یه گوجه بی مادری به خونه بمونده کسی نمیتونه ماما نوروزیستو روشنی براتون خیلی هی یک وقتی می دومات میبینیم حاله که با جمع آدم بیگونه غیری هم شما رو حساب ندارم شما همه سر خجالت نکشیدیم 50 سال خواهر ما به خونه شما تیر کرد قبول دارم به هست و نست شما قبول دارم به گدایی به ایرونی به بیچارگی شما بسا حالا که کم 4-5 زمینی یا داریم یا نداریم یا پیدا کردیم یا نکردیم حالا با برفتیم خواهر ما رو سر پیری طلاق دادیم برفتیم مادر غلام استاندیم یعنی خواهر تو طلاق دادم ها دیگه پچه کار خواهر کنیم تو رضایت نمید مر طلاق ندم بیشتر رضایت خود نده گفت طلاق مر بده من طلاق بدم چیکار میکنم 50 سال خودی شما زندگی که رده بلتیم یک پیری که تا 33 دندون دو تا دندون به دهن مادر غلام نیه برفتیم ویر بوستوندیم این تا دیگه خوار ما بعد دیده بدین که او باز شما خوب بود دهن خورد با کش بعض گرده بها بفرمای ماما تو فهمیدی بعض رو گفته اینا باز به نظرم خیلی معتبرم پیش شما که دهن خور من عفو بکشون با گپ زنم خود اگه متبر نیه پس چیه؟ غلام دیونه به راه میره چیشای پوته مادر هم یک شیار بودینیه نگو من غلام دیونه رسون یا مادر رسون من مادر رسون مادر بستن خوب هم خود سادی دیونه باشه بخواد حالا گیلک ساده نبود گیلک اگه سادی بود بچه شما بودد همین فکر میکنه اولاد من چی فرق میکنه؟ منطقه کار خوبیت نداره خوب زیپور رمضان ایت دل جمع که امیت که زندگی خوار ما پاش کردیم امیت زندگی شما و مادر غلام پاش باشه من زندگی خواهر تو پاش نکردم خود زندگی خود صحیحه خود زندگی پاش کرد زندگی شما زندگی تیار کرد 4 تا زن فرضه اوه که شکم یک گوشتی این که رضایت نداشت گفت طلاق مر بده من طلاقی بدم چرا میکنم حال بابا گردن خوار ما بنده ماما خود تو برای خواهر خود پرسان کشته خواهر تو میگی یا همه میگه چیز من پرسان کرد خود رضایت نداشته که خواهر تو لیلی تو خیلی بایم لیلی غلامو لیلی بله بیا یک دقیقه بیا خیلیته بیا خوب دامی بگیر میبتدی بیا با شهر باسکت خواستاد کنو بیا
سلام علیکم، خدا قوت مدرم باشه. سلامت بشی روزا دیگه خوب خوشحالی. نه خوبه، سلامت جان شما جانتیا خوشحاله. خیلی بشی. دست به اول خوب. شکری روزا دیگه خوب خوشحالی. آدم خدا خوشحالم، خیلی خوشحالم. پیردار شدی دیگه. آدم خدا. نه بعد از چند سال به پیردار شدم. چند سال؟ بعد از 2 سال به پیردار شدم. به. آقا خدای دل بی پیری خیلی سخته. آشتنیه. حالا به احساس میکنم که چقدر خوشحالی دارم که مثلا اگه بگو پیر دارم. باش که من پیار بدیشتی غلام جون. خیر خدا بیامرزه. خب مادر خود شما معروض کنه بسته ببری. مادر مال افتاده پیره دیگه کار کردن نمیتونه برای خوب بگم. نه والا. غلام جون. بله. امیر روزا دیگه خوب کاروبار تو جوره خوشحال هم هستی پولدار هم بشدی دیگه قرض مرزار دیگه به خیر خیریت. طرف مقال. ابو قرضا 2 سال پیشه بگه. دیگه مو 10000 دیگه چند پول ندارم. چرا پیشکش ندادم اون تو؟ باور کنه 20000 روپیه بود نبودم که من مثلا اگه بگم به دستوزای رو خرج کردم. شوخی دیگه. چند پیشکشی بده؟ 1,20,000. چندی؟ 1,20,000. اینا. خوب. ولی کی میدی اون پولا رو دیگه؟ روزا کو کاروبار تو بچه جوره. به خیر خوشی و سلامتی بسته که به خیر 1 لک دیگه بدم پیار به. انو باز حساب شما خلاص. خب من پیار تو بستانو. نه گم کنه به قصه پیار نشه باز ما خراب بشه. بلا. است دفعه دیگه به من دروغ نگی. اگه دروغ بگی ولی من پیار تو بشناختم همون دیگه من پولا رو از میستم. این خیال شما راحت باشه که به خیر خوبی و خوشی و سلامتی هم لکه که دادم 10 تا از این سیوا بکنم 9000 ما بگذاره که با خدا خود جایزه واره بخوام. خب کی بخیر؟ بله کی بخیر؟ هر وعده بخیر پولا دادم. هر وعده نه دیگه به ما قول کو کی؟ داد دیگه هر وعده بگو پولا دادم اما شما بگو. دل جمع باشو. 100%. برو چاشته. زنده باشی نه رو تو. پیدا بشه. هر چیزی هست نه رو تو. خیلی بریم سلامت باش. این روزا دیگه کار تو جوره. جوره کمی از خوشحالی بپرو. همین چارگاه سادگاه کم بعد از خیر و خیر تگوان سوی کلونه شد دیگه. دیگه هر دو در خونی از او ای به سر کارکو ولی شکر و شیار میشن پیاری بالا سر اینه دیگه نمیگذاره که برای خودی مردم کار کنه. بس دیگه من فکر کار کنم.